همون ابابکر که رسول خدا برایش فرمود ای ابابکر تو از اهل بهشت هستی، در حالی که بشارت بهشت برش داده شده، در حالی که رسول خدا فرمود از 8 دروازه بهشت تو را صدا زده می شود، در حالی که به ابوبکر صدیق خدای عزوجل از فراز آسمان ها سلام روان می کند. همین ابوبکر چقدر از خدا می ترسید، چقدر از خدا می ترسید. گفت اگر یک دوست انتخاب بکنم، رسول خدا فرمود اگر یک دوست از این دنیا من انتخاب بکنم، دوست من ابوبکر صدیق است. بگو الله اکبر. دوست من ابوبکر صدیق است. در حالی که شبها در گریه، روزها در گریه، حتی یک شرابی را که می آوردن دره می زدن، حضرت ابوبکر اشک می ریختن. ارحم امتی به امتی ابوبکر، مهربانترین انسان ها به امت من ابوبکر صدیق است. این همه بشارت، ولی یک روز صدیق اکبر یک پرنده را می بیند که بالای یک درخت نشسته است. بالای یک درخت نشسته است. صدیق اکبر به اون پرنده خطاب می کند، میگه خوشا به حال تو، خوشا به حال تو که هر درخت بخواهی می نشینی و از هر میوه بخواهی می خوری و هر جایی که پرواز بکنی پرواز می کنی. ای کاش ابوبکر مثل تو می بود. لیس علیک حساب ولا عذاب. هر درختی که بخواهی پرواز می کنی، از هر میوهی که بخواهی می خوری و هر جایی که بخواهی پرواز می کنی، نه حساب داری نه عذاب. ای کاش ابوبکر مثل تو می بود. و او بشر نمی بود. ترسش را ببین. یک بار مقایسه بکنی امروز اعمال خودت را، اعمال خود من و تو اعمال خودت را یک بار مقایسه بکن. امروز ما بیشتر فرمانبردار الله هستیم یا نافرمان الله؟ با آواز بلند میشتم. ما بیشتر امروزها زیادتر الله را ناراض میکنیم یا راضی میگردانیم؟ شاید در یک روز چند مرتبه چشم ما به نامحرم بیفتد، چند مرتبه قصدا نگاهش بکنیم. شاید تمام روز گاهی وقت تیر شود یک بارم نگوییم سبحان الله. شاید روزها بگذرد یک صفحه قرآن نخوانده باشه. شاید شبها بگذرد و کسی باشد که تمام این زمستان گذشته یک بار تهجد نخوانده، ولی آب از آب تکان نمیخورد. خم ابرو هم نمی کنیم که ما چی میکنیم، چی کردشتیم. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه به اون مقام و جایگاهی که دارد، به اون مقام و جایگاهی که دارد، اینقدر ترس از الله دارد. یک روز از سرک میگذشت، درخت را دید، گفت ای کاش کمی درخت می بودم، شتر از این را میگذشت مرا میخورد، باز دوباره مرا پشکل میکرد و من بشر نمی بودم. گفت اگر مرا خدا روز قیامت دستور بدهد که برو وارد بهشت بشو، من پای اول خود را داخل بهشت بگذارم، می ترسم که خدا دستور بدهد که ابوبکر را دوباره بیرون کنید. الله اکبر. این ابوبکر صدیق است. اینها مفت 100 نمره از خدا نگرفتن. اینها مفت به اون جایگاهی نرسیدن که امروز در تمام دنیا به افتخار میگیم من پیرو ابوبکر صدیقم. اینا مفت به اونجا نرسیدن. زحمت کردن، تلاش کردن، گریه کردن، زندگیشان ارزش نداشت. میگفت زندگی ما فدای دین. پیش خودشان زندگی که داشتن از اون لذت میبردن، ارزش نداشت. زندگی ما دین است. ولی امروز به خاطر 10 افغانی خدا ناراض میشه، به خاطر 5 افغانی دروغ میگوید مسلمان، به خاطر 10 افغانی نماز جماعت فرض الله ترک میشود، به خاطر که رفیق خفه نشه، ای خفه نشه، او خفه نشه. مهم نیست که الله خفه بشه. ولی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه
ترسش از الله به این حد بود که میگفت ای کاش که درخت کنار راه باشم، شتر بیاید مرا بخورد، بعد فضله بکند و من به شر نباشم. روز عمر مریض شد، رسول صلی الله علیه و سلم به عیادتش رفت. وقتی نزدیک عمر شد دید که حالت عمر خوب نیست، مریض است. پرسان کرد در چه حالی ای عمر؟ گفت یا رسول الله در بین خوف و رجا هستم، خیلی هم از الله میترسم و امیدم دارم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ای عمر، کسی که در قلبش خوف و رجا یک جا جمع بشود، الله او را ناامید از رحمت نمی کند و خوف او را دور می گرداند. میدانید حسن بصری رحمت الله علیه میگه المؤمن جمع بین احسان و مخافه. خوب این رو دقت کنید، خیلی جمله جالب است. من وقتی این رو شنیدم، این رو دیدم، خیلی ترسیدم. حضرت حسن بصری فرمود المؤمن جمع بین احسان و مخافه. مؤمن صفتش چیست؟ صفت مؤمن ای است که او همیشه در بین احسان و مخافه است. اعمال نیک انجام میدهد، کارهای خیر میکند، صدقه میدهد، تقوای الهی رو پیشه میکند، از خدا میترسد در آشکار و نهان، کارهای نیک انجام میده، ولی باز هم ترس دارد که خدا نشود قبول نکند. خب پس منافق چی صفت داره؟ ولی منافق بین اساءت و عمل. چقدر حالات مردم امروزی این گونه است. ولی منافق بین اساءت و عمل. منافق گناه میکند، نافرمانی الله میکند، سرکشی میکند، خیالش هم نمیآید خوب در امن هم زندگی میکند. یک بار خوب بگو نعوذ بالله. منافق فاجر بین اساءت و امن، گناه میکند، گناه از پیشش صادر میشود، هر در گناه را در زده است، ولی خیلی راحت هم است، خیلی راحت هم است. حضرت مولانا میفرماید وقتی الله بخواهد بنده ای را محبوب خود بگرداند، محبت خود را در قلب او جا میدهد و خوف خود را هم در قلب او جا میدهد. گفتن خوف الله در قلب جا شد چه صفت پیدا میکند؟ گفت وقتی خوف الله در دل یک مرد مؤمن جا شد، وقتی گناهی از اون سر میزند بیقرار میشود، مثل یک مرغ، مثل پرنده‌ای را که بگیری داخل قفس حبسش بکنی چقدر پر و بال میزنه. وقتی یک مؤمن گناه میکند، خوف الله در وجودش است، به مجردی که گناه میکند او دیگه بیقرار است، نمازش از پیشش فوت میشه، بیقرار است، یک دروغ گفته بیقرار است، غیبت کرده بیقرار است. این صفت مؤمن هست. و فرمود اگر گناه کردی، گناه پی گناه، گناه پی گناه، گناه پی گناه، هر روز دلت سیاتر شده رفت، هر روز اشتیاقت به گناه بیشتر شده رفت، نه پشیمانی، نه ندامت، نه گریه های در خلوت. حضرت مولانا میفرماید این قلب خدا مسخ کرده است. نعوذ بالله. این قلب را خدا مسخ کرده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، کسی که رسول خدا فرمود اگر بعد از من پیامبر می بود، اگر بعد از من نبی می بود، کی می بود؟ عمر. اگر بعد از من نبی می بود، عمر می بود. خوابی دیده بود کسی که عمر لباس دراز دارد که حتی به زمین کشال است. وقتی به پیامبر گفتن یا رسول الله عمر را خواب دیده شده لباس دراز دارد، پیامبر فرمود از فرق سر عمر تا شست پایش همه ایمان است، همه ایمان است. اگر بعد از من پیامبر می بود، عمر می بود. سبحان الله. این عمر را گوش کن. عمر می گوید اگر صدای از آسمان کنده بشود، اگر صدای از آسمان بیاید منادی ندا بدهد که همه اهل بهشتن، یک نفر به جهنم می رود، عمر می گوید من می ترسم اون یک نفر من نباشم. اگر بگوید همه اهل بهشتن، یک نفر به جهنم می رود، همین عمر جان می گوید من می ترسم اون یک نفر من نباشم.
پس ببین جوان، تو خب پیرو عمر هستی، تو خب پیرو ابوبکر صدیق هستی، تو خب پیرو اصحاب رسول هستی، تو خب اهل سنت هستی. از این قصه ها حصه باید گرفت، از این قصه ها زندگی باید ساخت، از این قصه ها زندگی را باید رونق داد. این زندگی را با ارزش می کند. این قصه ها اگر این صفت را به خود آوردی، اون وقت بدانی هم عزیز دنیای هم عزیز آخرت.